اعلان گردیدن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مسئله تغییر و قبول رمزهای دولتی، پرچم، نشان و سرود ملی را به میان آورد. سپس اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان رمزهای اساسی دولت کهن بنیاد و تازه استقلال تاجیکان را تصدیق نمود. همین طریق در تاریخ 24 نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی تحت راهبری سرور دولت محترم امام علی رحمان پرچم تاجیکستان صاحب استقلال قبول شد و خلق تاجیک صاحب پرچمی نو خود گردید. با این پرچم که افاده کننده امید و آرمانهای ملی و رمز خودآگاهی و خویشتن‌شناسی، متحدی و وطنداری است، اشتراکچیان اجلاسیه 16 با دعوت امام علی رحمان مرد راه صلح و پایه‌گذار وحدت و اتحاد به هم آمدند، با پرچم نوین ملی ما ارج گذاشتند. در زیر این پرچم امروز همه مایان یک شده باید کنیم که حالت تاجیک هست و میماند. در سالهای اول استقلالیت دولتی به دست آوردن جمهوری تاجیکستان تا برگزار شدن سیاسی تاریخی در قصر ارباب شهر خوجند، جمهوری تاجیکستان گرچند صاحب استقلالی را به دست آورده بود، لیکن صاحب پرچم ملی خویش نبود. تنها با ابتکار و راهنمایی رهبر خردمند مملکت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت که همزمان در این اجلاسیه به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شده بودند، پرچم ملی نخستین مرتبه قبول گردید. در همان اجلاسی تقدیرساز قبول گردیدن پرچم ملی تاجیکستان تاریخی است. امروز پرچم دولتی ما همچون دولت معاصر در تمام جهان در آن بناهای والا مقام افراخته شده است که این از نشان صاحب خردی با فرهنگی و صاحب تمدن بودن دولت و ملت تاجیک درک می‌دهد. ارج گذاشتن و مقدس نگاه داشتن پرچم ملی قرض شهروندی و افتخار ملی هر یک شهروند است. در پیشگاه بینای سازمان ملل متحد و بینای دیگر سازمان‌های با نفوذ منطقوی و جهانی که تاجیکستان عضو آنها میباشد، پرچم ما پرافشانی میکند. در همایش‌های سطح عالی پرچم تاجیکستان مستقل و آزاد، مملکت پیشبرنده سیاست درهای باز و دارای تاریخ کهن و فرهنگ پرغناوت ما را در میان صدها پرچم‌ها معرفی می‌نماید. پرچم ملت ما را با بالا شدن و پرافشان گردیدنش در چاره‌بینی‌های سطح جهانی قوم و ملت‌های گوناگون عالم می‌شناسند. مردم تاجیک محض تحت همین پرچم به دستاوردهای نائل گردید که در جهان همچون دستاوردهای نادر اعتراف شدند. در همان پیشتاق بینای والا مقام پرچم دولتی ما پرتافشانی میکند و هم بیت با زبان تازه ما، با زبان مادری ما درج کرده شده است. این نشان از آن است که ما دولتی داریم که امروز جهان میشناسد، احترام میکند و همون نوشتجاتی که در پیشتاق بنا بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. هر یک فرد تاجیک را، فردی که صاحب زبان است و صاحب دولت است و دارای چنین مقدسات است، برابری دیدن همین پرچم و نوشتجات زبان تاجیکی افتخار میکند و افتخار میکند که امروز تاجیک و تاجیکستانی آن را جهان میشناسد. امروز پرچم ملی تاجیکستان را در برابر دیگر پرچم‌های دولت‌های جهان در پیشتاق بینای سازمان ملل متحد که در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا قرار دارد دیدن ممکن است. پرچم ملی تاجیکستان همزمان در کل سفرهای رسمی دولتی و اینچنین
دیگر چوره‌بینی‌های سطحی دولتی که با اشتراک بی‌واسطه رهبریت عالی مملکت صورت می‌گیرند مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیاگان ما هزار ساله ها تحت پرچم خیش صف کشیده وطن و ملت، ناموس و آزادی، زبان و فرهنگ و مرز و بوم اجدادی را حمایه کرده‌اند. در پرچم کشور ما دعوت به اتحاد و سرجمعی، ننگ و ناموس، وطن دوستی و وطن پرستی، حمایه مرز و بوم، سعی و تلاش برای اعمار جامعه عدالت پرور و انسانیت و بشردوستی ملت ما تجسم گردیده است. اجدادان ما در دوره کیانیان صاحب درفش بودند که موجودیت دولت را معرفی میکرد. پرچم اولین تاجیکان این درفش کایان است که از دولت آریانی خبر میداد. در شاهنامه بیزوال فردوسی آمده است که پهلوانان، بزرگان و ناموران هستند که در سرزمین اجدادی ما درفش خاصه خود را داشتند. پرچم نشان یکدلی، برادری و سرچشمه افتخار و غرور ملی است و پرچم یگانه جنبه است که میتواند با پرافشانی خود در عرصه بین المللی دولت و نفوذ آن را نشان دهد. ملت تاجیک از آن ملت‌های کم بنیادی است که دارای پرچم و هویت ملی خود بود. عموما از دوره دولتداری باختریان و سغدیان تا کوروش کبیر آمده اگر نگاه کنیم، در اینجا ما خوب میدونیم که این ملت، این دولت، این خلقیت پرچمدار بود. پرچم دولتی تاجیکستان همقدم صاحب استقلالی وطنمان بوده. در برابر کنستیتوسیا، نشان و سرود ملی از جمله رمزها و مقدسات دولتی محسوب می‌یابد. یکی از نمونه‌های برجسته سیاست موفق دولت و حکومت تاجیکستان این برافراختن بلندترین پرچم جهان در پایتخت کشور ما شهر دوشنبه در سال 2011 می باشد. با 165 متر بلندی، 30 متر پهنایی و 60 متر درازیش با کتاب رکوردهای گینس وارد شده به عالم مشهور گشت که این مایه افتخار و روح بلندی و احترام هر یک تاجیک و تاجیکستانی است.
ҳар нафаре ки аз назди парчами миллӣ мегузарад хуб эҳсос мекунад ки ин рамз ифодагари иқболу истиқлол, ватандӯстӣ, нангу номус ва ҳуввияти мардуми мо буда мақсаду мароми неки халқи тоҷикро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. ҳар як давлати мустақилу соҳибихтиёр пеш аз ҳама тавассути парчамаш муаррифӣ мегардад. аз ин рӯ эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба давлату миллат ва ватани азизу маҳбубро дорад. басо рамзист ки бо мақсади эҳтиром ва пос доштани муқаддасоти ватанамон дар аксарияти шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, поясутуни парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун нишони садоқат ва меҳру муҳаббат ба рамзҳои давлатӣ ифтитоҳ шудаанд. با استفاده دادن پرچم ملی در مناطق گوناگون تاجیکستان با اشتراک بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر می‌گردند. افتتاح چنین پایه‌ستون‌ها در مرکزهای مأموری شهر و نواحی و ولایت‌های جمهوری تاجیکستان قبل از همه از آن عبارت است که برابر دیدن پرچم ملی حسی وطن‌دوستی هر یک نفر بیدار گردد. هر یک نفر از آن شکرانه کند، افتخار نماید که محض این پرچم پرافشان با شرافت صلح و وحدت ملی با شرافت آسایش در وطن ما امروز پرافشان است. در روزهای جشن چون رمز سعادت و سربلندی ما پرچم ملت تاجیک جلوه دیگر دارد. خیابان‌های مرکزی و پیشتاق مؤسسه و اداره ها را شکوه تازه بخشیده مردم مهر و محبت صمیمی خود را نسبت به آن اظهار می‌نمایند. پرچم همچون رمز دولتداری با افتخار دستاورد و پیروزی‌های فرزندان ملت در میدان‌های ورزشی برابر صدا دادن سرود ملی بالا می‌شود و این بالا شدن در ضمیر هر فرد وطن دوست و خودآگاه احساس پیروزی و صداقتمندی و احترام به ارزش‌های مقدس ملی را بیدار می‌سازد. وقتی که جوانان باننگ و با ناموس جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی با مظفریت‌ها نائل می‌گردند، وقتی که
پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشانی می شود و سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد. این مایه افتخار و سربلندی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک است. پرچم در طول 100 ساله‌های زیاد مایه افتخار و غرور گذشتگان ما بوده. در قطار رمز و ارکان دولتداری آنها مقام و منزلتی والا داشته است. پرچم تاجیکستان صاحب استقلال نشانه رفشن میراثیت مبارزه و جانیساری های نیاگان ما می باشد. با مقصدی در ذهن و شعور کودکان و نورسان بیدار کردن احترام مقدسات ملی از جمله پرچم دولتی در عائله، کودکستان و مکتب میانه جاری نمودن مشغولیت های علاهیده مهمترین وسیله شناخت، قدر و ارجگذاری به پرچم ملی محسوب می یابد. دانشمندان بر این نظرند که در هر خانواده باید والدان ارزش و اهمیت مقدسات ملی امان، نشان، پرچم، سرود ملی و اسعار ملی را به کودکان بفهمانند. در این صورت نسل نورس در روحیه احترام و ارجگذاری به ارزش‌های مقدس ملی و وطن دوست و خودشناس به کمال می رسند. پرچم تاجیکستان سه رنگ گرده در روی آن شکفته گلهای اخته، سرخی باشد نشان عدم جاری ساری، رنگ سفید رنگ اقبال و بختیاری، در رنگ سبز دیاری کشور باید کسه باشد، این خاک ما سراست معنی اخته، حق اقبالی جهان است یا بازی خود در ملک تاجیکان است. پرچم تاجیکستان چون بخت یاوری ماست، عرض احسان همیشه تا برده بر سری ماست. روز پرچم در قطار دیگر جشن‌های ملی به مانند روز کنستیتوسیا، روز زبان، استقلالیت دولتی و وحدت ملی، روز فراموش ناپذیر تاریخی و روز افتخار و سرفرازی می باشد. همچون نشان سرسینگی با خود داشتن پرچم یا آن را در گوشه خانه و کارخانه آویزان نمودن بهترین اظهار محبت به وطن و دولت و ملت است. زیر پرچم جمهوری تاجیکستان مردم کشور در فضای صلح و ثبات، در وحدت، یگانگی، تنها برای پیشرفت آبادی سرسبزی تاجیکستان کوشش می نمایند. زیرا ما وطندار هستیم، ما دولتدار هستیم و ما صاحب چنین دولت و ملت و مقدسات خود هستیم. در چنین دولتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه زندگی می کنیم. پرچم دولتی خود را عزیز می داریم و دایم در کجای نباشد افتخار میکنیم و بلند میبرداریم که ما خلق تاجیک دارای چنین دولت و سرور هستیم. در وقت افراختن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و پرچم تشکیلات‌های جمعیتی و یا دیگر شخصانی حقوقی نوابسته از شکل مالکیتشان، پهنا و بلندی این پرچم‌ها نباید از پهنا و بلندی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان کلان باشد. هنگامی در یک وقت افراختن شماره طاق پرچم‌ها، پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مابین و در مورد افراختن شماره جفت پرچم‌ها از مرکز در طرف چپ جای داده می شود. مسئله پاسگزاری و احترام به پرچم ملی یکی از رکن‌های اساسی است و عهده‌داری هر یک شهروند هم گفتن ممکن است که می باشد. زیرا در تمام دنیا مسئله احترام و پاسگزاری به ارزش‌های ملی امروز زیاد شده ایستاده است و این مسائل چه از جهت اخلاقی اگر تنظیم شود، از نگاه حقوقی هم طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تنظیم خودش را یافته است. یعنی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خود در مورد سه علاقه مسئله رمزهای دولتی را یعنی تنظیم کرده است و مسئله جوابگاری حقوقی کدکس جنایتی وابسته به این ماده مخصوص دارد که به واسطه بخشیده شده است اطرافی به جوابگاری کشیدن اشخاصی که به احترامی ظاهر میکنند نسبت به رمزهای دولتی یا اینکه تحقیر رمزهای دولتی را به جا میارند که طبق ماده مذکور شهروندانی که با این عمل
یا این با این کردار غیرقانونی راه میدهند با جریمه به اندازه تا 500 نشان دهنده برای حساب و محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 1 سال یا اینکه محدود کردن آزادی تا به مهلت 2 سال جزای جنایتی پیش بینی شده است. جشن روز پرچم احترام به روح قهرمانان ملت، یعنی به آنهایی که در طول تاریخ برای نام و ننگ و مرز و بوم خلق تاجیک جانثاری ها نموده، زبان، فرهنگ و حق دولتداری این ملت کهن بنیاد را تا زمان ما رسانیدند، یعنی احترام به روح و روان کاوه آهنگر و کوروش کبیر، شیرک و دیوشتیچ، اسماعیل سامانی و تیمور ملک، رودکی و فردوسی، عینی و ترسونزاده و صدها و هزاران ابرمردی ملت ماست. بنابراین ارجگذاری به پرچم باید در میان مردم و پیش از همه نورسان و جوانان همچون رمز ننگ و ناموس و شرف ملی وسعت پیدا نماید. وقتی که امروز به پرچم ملی نظر می افکنیم، رنگ‌های زیبای آن و تاج ستاره هایی که در پرچم تصویر یافته است، این خود شهادت از آن می دهد که ما حیات زیبا داریم، حیات رنگین داریم و تاریخ بای داریم. در آن همین پرچم تصویر یافته است. احترام آوردن به پرچم، ارج گذاشتن به آن و تنها در سطح بلند نگاه داشتن پرچم ملی، این قرض شهروندی و افتخار کردن، افتخار هر یک تاجیک تاجیکستانی است و برای باز هم در سطح جهانی بلند برداشتن پرچم تاجیکستان جوانان کوشش نمایند و کوشش نمایند که بیرق بردار این دولت و این ملت باشند. تاجیکان محض تحت همین پرچم به وحدت ملی رسیدند. در زیر همین رمز مقدس ملی خلق تاجیک سیاست سازندگی و بنیادکاری را به خاطر بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، جامعه آزاد دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی به پیش میبرد. احترام و ارج گذاشتن به مقدسات ملی از جمله پرچم، ارج گذاشتن به تمام ارزش‌های دیروز و امروز و فردای ملت است. امروز پرچم ملی ما سری بالا و اعتبار بلند دارد. بگذار ملت تاجیک به مانند این لیوای سعادت خود تا ابد سربلند و سازنده بماند.